سایه شخصیت. میدونین سایه شخصیت چیه؟ کارل گوستاو یونگ میگه که هر آدمی در شخصیتش یک سایه داره که بخش ناهوشیار مغزشه و بخش ناهوشیار شخصیتشه. حالا این رو در داستان نویسی تعبیر میکنن به سایه شخصیت، یعنی اون بخشی از شخصیت که شما دلتون نمیخواد ببینید. یعنی قهرمان داستان شما دوست نداره با یک چیزهایی روبرو بشه از خودش، چیزهایی که در سایه شخصیتش هست، مثل انگیزه ها، اتفاقاتی که دوست داشته بیفته و براش نیفتاده و اینا تبدیل به یک عقده، تبدیل به یک هرسی درونش شده. و اینکه مثلا اگر بخوایم توی نمونه ها بیاریم، ببینید بتمن نمونه و نماد عدالته، ولی وقتی که اون عقده های درونیشو بررسی میکنیم میبینیم که هنجار شکنی ها و اون چیزهایی که درونش داره آزارش میده اون رو تبدیل میکنه به حالا شخصیت جوکر. تقابل جوکر و بتمن نشون دادن دقیقاً سایه شخصیتیه، یعنی اینکه اینها با بخشی از وجود خودشون که نمیخوان ببینن، خوب و بد، روبرو میشن. این خیلی کار سختیه در داستان نویسی ایجاد کردنش، ولی با تمرین اتفاق میفته. پس یادمون باشه که برای ایجاد سایه شخصیتی باید شخصیت اصلیمون رو با چیزهایی که دوست نداره ببینه و باهاش روبرو بشه مواجه کنیم. حالا این چه کاری در داستان میکنه؟ این ایجاد هیجان و کشف میکنه برای مخاطب و مخاطب رو دنبال خودش میکشونه. بچه یوتیوب کاری که کرده به محض اینکه ویدیوها دیر بارگذاری میشه یا به هزاران دلیلی که خودش داره، خیلی سریع واچ تایم ها رو و ویو ها رو پایین میاره و خیلی سخت میشه توی یوتیوب ارتقا داد کانال رو. لطفاً حمایت بکنید تا این اتفاق برطرف بشه و دست به دست بگرده ویدیوها. اونایی که دوست دارن ویدیوهای داستان نویسی رو ببینن شاید بتونن استفاده بکنن. و اگر دوست دارید که مباحثی که بهتون میگم به طور کاملتری آموزش ببینین، حتما در کلاس‌های آفلاین یا آنلاین شرکت بکنید. دوره های ما هر 4 ماه یک بار دوباره برگزار میشه.